بیایید ببرمتون شهر رهبر حزب کمونیست چین، ماودونگ یا به زبان فارسی ماوتسه‌تونگ. با تور لیدرمون اومدیم، تو گوشم داره حرف میزنه. اگه ویدیو یوتیوبم رو دیده باشی این آقا معلمو میشناسی. این ورم لیدرمون لینو، بچهای قند عسلشو داریم. خب بریم سر اصل مطلب. ماودونگ یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ معاصر چین بود. رهبر حزب کمونیست چین بود و نقش اصلیش توی پیروزی انقلاب چین توی سال 1949 بود که باعث شد جمهوری خلق چین تأسیس بشه. اینی که می‌بینیدم یادگاری من به جای مونده از شهر ماودونگ. خلاصه ماو سال 1893 توی روستایی به اسم شاوشن توی استان هونن به دنیا اومد. خانواده‌اش کشاورز بودن و وضعشون بد نبود. خانواده معمولی بودن. از بچگی علاقه‌مند مطالعه بود، مخصوصا کتابای تاریخی و فلسفه چین. تو دوران جوونیش رفت مدرسه معلمی و بعد کم کم وارد فعالیت‌های سیاسی شد. چون اون موقع چین خیلی وضعیت آشفته‌ای داشت. امپراتوری تازه سقوط کرده بود. جنگ‌های داخلی و کلی استعمار هم بیداد می‌کرد. وسط این مستند و داستانمون اینو بهتون بگم که ماودونگ از اونجایی که خیلی سیگاری بوده، سیگار دوست داشته، مردم وقتی میان حالا مجسمش و بازدید این منطقه پاکت سیگار میارن براش و میذارن جلوی مجسمش. ماو تو دهه 1920 عضو حزب کمونیست شد و بعد رهبری نیروهای انقلابی رو به دستش گرفت. با ارتش سرخ یا رد آرمی راهی طولانی و سخت رو به نام راهپیمایی بزرگ یا لانگ مارچ رو طی کردن که یه نقطه خیلی معروف توی تاریخ چینه. توی سال 1949 بالاخره جمهوری خلق چین تأسیس شد و ماو رهبر کشور شد. شعارش بیشتر روی برابری، مبارزه با فقر و استقلال چین از نفوذ خارجی بود. ولی توی دوران حکومتش اتفاقات سختی هم افتاد، مثل جهش بزرگ به جلو و انقلاب فرهنگی که باعث مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی شدن. اینجا بر منی که کارهای پر انرژی و فعالیت محور دوست دارم خیلی نچسبید، ولی اگه شما عاشق تاریخ باشید اینجا براتون خیلی میتونه لذت بخش باشه. ما بیشتر عمرش رو بین پکن، جایی که نیروهای انقلابی توی دهه 30 پناه گرفته بودن، گذرون. خونه زادگاهش هم توی شاوشن الان یه جور موزه است و کلی گردشگر چینی و خارجی برای دیدنش میرن اونجا که ما هم رفتیم. خونه‌ش رو بازسازی کرده بودن. باز به نظر من چیز خاصی نبود، ولی خب برای تجربه جالب بود دیگه. 1976 درگذشت. هنوزم تو چین چهره خیلی مهم و بحث برانگیزه. خیلی‌ها مخصوصا قشر ضعیف و فقیر جامعه تحسینش میکنن که چین رو متحد و مستقل کرد، ولی بعضی‌ها هم مخصوصا قشر متوسط رو به بالای جامعه منتقدن چون سیاست‌هاش باعث